الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران زیاد از ما خواهش نمودند که به یک شبهه صوفی های قبوری جواب بدهیم، زیرا یک چند نفر از صوفی های قبوری با همین روایات به مردم شبهه می افکنند و مردم را به سوی شرک و قبر پرستی و دعای غیر الله سبحانه و تعالی دعوت می نمایند. بله، هر یک فرقه باطل به خودش شبهات دارد و در نزد ما شبهات صوفی ها نیز وجود دارد. قبوری ها وجود دارد که زیاده از 70 یا 100 شبهات دارند، اما قوی ترین حجت صوفی ها برای قبر پرستیشون یک دو روایت است. هر دو روایت که از عثمان ابن حنیف، که بعضی از علما حنیف هم میگن، از عثمان ابن حنیف رضی الله عنه از صحابه روایت شده است. البته اولا حجت گرفتن قبوری ها با این حدیثی که معروف است به مرد نابینا یا مردی کور که با توسل گرفتنش به پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث معروف شده است. صوفی ها، قبوری ها این حدیث را روایت میکنند و میگویند که دعا کردنی مرده ها به این معنا که طلب دعا کردن از مرده ها و به خصوص طلب دعا کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم، طلب شفاعت کردن یا از اولیاء صالحین جایز است. وقتی که میپرسید که حجت شما چیست، میگویند حدیثی مرد نابینا اعما. پس بدانید از همه قوی ترین حجت صوفی ها برای قبر پرستی انا من حدیث است. وقتی که این روایت رو ما جواب میدهیم و اونها رو در این شبهاتشون شکست میدهیم و شبهاتشون رو کشف میکنیم، شما بدانید که دیگر الله اکبر، دیگر باقی مانده شبهه هاشون همش هیچ چیزی نیست. اولا روایت رو به شما بیان میکنیم، حدیثی که روایت شده است از عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. عثمان ابن حنیف روایت میکنند که همون یک مردی که ضریر البصر است، چشمش نابینا. ضریر این یکی از کلمه های مرادف کلمه اعما هست. خیلی که ابن منذر میگند اعما، المکفوف و ضریر، این سه کلمه هایی که همش نابیناگی را بیان میکند. خیلی که در بیان لغت عربی هم ابن فارس میگویند که الضریر یعنی انسانی که چشمش را به کلی از دست داده است، یعنی یک مرد نابینایی که چشمش را از دست داده بود، چشمش بیناییش نابود شده بود، نابینا بود. به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و به رسول الله گفت ادعو الله ان یعافینی. رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را دعا بکن که همانا الله مرا شفا بدهد. یعافینی یعنی از همین نابینا بودنم نجاتم بدهد و همین نابینایی را از من برطرف بکند، چشمم دوباره ببیند. انا همین عافیت، از مریضی درست شدن. ای پیامبر، الله را دعا بکن که الله چشم مرا بینا گرداند، مرا از این کسلی نجات بدهد. رسول الله به جواب این مرد گفتند این شئت دعوت و این شئت صبرت فهو خیر لك. ای مرد نابینا، اگر خواهی من تو را در حق دعا میکنم. یعنی دعا چیست؟ یعنی از الله میطلبم که الله چشم تو را شفا بدهد و بیناییش را دوباره به تو بگرداند. اما اگر خواستی صبر بکن، به همین نابیناییت صبر بکن و این برای تو خیر است. نابینا به رسول الله چی گفت؟ فدعوه، دعا بکن. یعنی من صبر نمی کنم، بلکه من میخواهم که دعا بکنی، از الله طلب بکنی که الله مرا شفا بدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردند؟ این مرد نابینا را، رجل الاعمى یا که ضریر البصر را امر کردند. فامره ان يتوضا ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء. پیامبر صلی الله علیه و سلم این مرد را امر کردند که وضو بگیرد و وضویش را کامل و خوب بگیرد، پورا کامل وضویش را بگیرد موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و بعد از این
دعا بکند. البته در روایت دیگری آمده است که و بعد از این بیاید به مسجد و 2 رکعت نماز خواند، فیصلی رکعتین، اول 2 رکعت نماز بخواند و بعد از 2 رکعت نماز خواندن دعا بکند. دعا را خود پیامبر تعلیم دادن، گفتند این چنین دعا بکن: اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک بنبیک محمد صلی الله علیه وسلم نبی الرحمه اینی توجهت به الى ربی في حاجتي هذه لتقبل اللهم فشفعه فيه. یعنی معنای دعا این است: ای الله، ای اله من، همانا که من تو را سوال میکنم، از تو میپرسم. ببینید خوب دقت بدید، اسألک، من تو را ای الله من تو را میپرسم و به سوی تو توجه میکنم. این بنده از کی پرسیده شده است؟ از الله. به سوی کی توجه کرده شده است؟ از الله، به سوی الله، اما به واسطه ای که بنبی که محمد صلی الله علیه وسلم، به واسطه پیامبرت به تو توجه میکنم و تو را سوال میکنم. البته حدیث های دیگر، روایت های دیگر رو ما میاریم، امام ترمذی و غیره روایت کردن که در همینجا به دعا خیلی که اول این حدیث هم بیان کرد که یعنی ای الله من تو را سوال میکنم، تو را میپرسم و من به سوی تو توجه میکنم به دعای محمد صلی الله علیه وسلم. زیرا در اول حدیث این مرد از پیامبر پرسید که مرا دعا کن به الله. شفاعت پیامبر این دعای پیامبر بود. صحابگان به نزد پیامبر در حالت مشکلی می آمدند و طلب دعا می کردند. این مرد هم خیلی که در اول حدیث آمد و گفت ادعو الله ان یعافینی، ای پیامبر دعا کن که مرا الله شفا بدهد. پس در دعا پیامبر تعلیمش دادن که بگو که ای الله من تو را سوال میکنم و به سوی تو توجه میکنم با پیامبرت، یعنی به دعای پیامبرت محمد صلی الله علیه و سلم. خیلی که علما همین را همچنین شرح دادند. پیامبرت که نبی الرحمه است، اینی توجهت به الی ربی، همانا که من توجه کردم به سوی محمد، توجه کردم به محمد به سوی الله، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم را بین خود و بین الله چی گرفتم؟ واسطه گرفتم. بله درست است. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بودند، پیامبر را واسطه گرفتن بین خود و بین الله به واسطه دعاشون جایز بود. هر وقت که مشکلی میشد صحابگان به نزد پیامبر می اومدند و میگفتند که در حق من دعا بکنید، ای پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را شفاعت کنید در نزد الله. پیامبر زنده بودند و یک انسان را در نزد الله شفاعت میکردند. یعنی شفاعت چگونه؟ دعا میکردند: الله گناهش را بخش، الله به این برکه بده، الله به ما باران، الله این انسان را چشمش را بینا بگردان. خیلی که معروف است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک در روز جمعه خطبه میکردند. یک اعرابی در آمد و گفت ای رسول الله در حق ما دعا بکن که خشکسالی شده و تمام جا خشک شده و در زمین علف نیست و همه حیوان ها میمیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند. یعنی پیامبر را این صحابه بین خود و بین الله چی گرفت؟ واسطه گرفت. خود پیامبر، دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم را. خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب قاعده جلیه فی التوسل والوسیله بیان کردند. و این چنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه معروف است که میگویند در خلافتشون، البته زمانی که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین خلیفه میشوند، خشکسالی سخت میشود. در روز مدت همه جا خشکسالی و یگان زراعت سبحان الله نمی سبزد و بعد از خشکسالی قحطی و قنبغلی. از همین جهت تمام صحابگان را عمر ابن الخطاب جمع کردند و گفتند ما در زمان و حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم كنا نتوسل بنبیک محمد صلی الله علیه وسلم، به نبی تو ای الله، به محمد صلی الله علیه وسلم به تو توسل میگرفتیم، یعنی به دعای پیامبرت به تو توسل میگرفتیم. اما بعد از این که وفات کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم، الان نتوسل بعم نبی، به عم پیامبر، به عمک پیامبر صلی الله علیه وسلم عباس توسل میگیریم. و بعد از این چی گفتند؟ ادعو، ای عباس دعا بکن. عباس دعا کردند، همه صحابگان آمین گفتند، باران بارید. و این قصه از دیگر صحابگان زیاده وارد شده است، از معاویه و دیگر صحابگان که یک مردی که از اهل بیت یا که یک مردی که صالح و بینهایت خوب درجه و فضل داشت، دعای او را بین خود و بین الله واسطه می گرفتند در حالتهای سختی، در حالتهای قحطی، که البته این جایز است و این چیز را هیچ کسی انکار نکرده است.
سوال ما اینجاست به این مشرکای قبوری که اگر شما بگویید که از قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم امروز توسل گرفتن جایز است، پس عمر ابن الخطاب و تمام صحابگانی که در زمان عمر ابن الخطاب در زمان قحطی و در زمانی که همه محتاج بودند چرا نرفتند و از قبر پیامبر وسیله نگرفتند و نگفتند که ای پیامبر ما تو را میپرستیم، یا که نگفتند که ای ما تو را میپرسیم که به ما بارانی، یا که ما تو را میپرسیم که از الله در حق ما طلب بکنی، یا که ما تو را میپرسیم که بین ما و بین الله واسطه بشوی، یا ما به حق این چنین چیز را انجام ندادند، بلکه به نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان نفر از صحابگان رفته دعا نمی کردند، یعنی طلبی چیزی نمی کردند، طلبی شفاعت نمی کردند و طلبی دعای نمی کردند، بلکه در زمان زنده بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی که حدیث عثمان ابن حنیف با روایت های لفظای گوناگون می آید، می رفتند و پیامبر را در حالت حاضر بودنشون، زنده بودنشون، رو بر رو نشسته بین خود و بین الله واسطه می گرفتند، یعنی می رفتند ای پیامبر ما رو دعا کن، ای پیامبر ما رو به دعایت در نزد الله سبحانه و تعالی شفاعت بکن. و انا من است منهج اهل سنت و الجماعت که تقریر مذهب در همین شده است. و در آخر دعا پیامبر صلی الله علیه و سلم به این تعلیم دادن که هذه اللهم فشفعه فیه. انا من کلمه این یک حجت بر ضد صوفیای قبوری است. پیامبر گفتند که ای مرد نوبینو بگو که اللهم ای الله فشفعه فیه، پیامبر را شفاعت کننده من گردان، یعنی بین من و بین تو که ای الله پیامبر وجود دارد، شفاعت او را که در نزد تو مرا شفاعت کرده است قبول بکن. معنای این همین است. فشفع فیه یعنی اون شفاعتی که پیامبر کرده استاده اند او را قبول بکن. شفاعت پیامبر چی بود؟ به مرد نوبینا به پیامبر آمد و شکایت کرد، پیامبر به الله این مرد را شفاعت کردند، یعنی دعا کردند، گفتند ای الله این بنده ات را چشمش را بازگردون. و این بنده از الله طلب کرد که همین دعای پیامبر را، همین شفاعت پیامبر را که زنده هستند و حاضر هستند قبول بکن. و الله قبول کرد و در یک مدت کم چشمشون بینو شد. و این روایت رو امام ترمذی و با یک لفظ بیهقی و با یک لفظ دیگری نسائی روایت کردند که همه اش معناش همین است. و امام ترمذی میگن که حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف من روایت ابي جعفر وهو غیر الخصمی. بارک الله فیکم. پس ببینید که آیا در همین حدیثی که حالا ما از عثمان ابن حنیف گفتیم یگان دعای غیر الله آمده است؟ یعنی همون انسان نابینا را آیا پیامبر امر کردند که غیر الله را دعا کن یا که مرا دعا کن؟ ای پیامبر من از تو میپرسم که چشم مرا شفا بدهی، ای پیامبر من از تو طلب میکنم که مرا شفا بدهی. همچنین دعای بود؟ نه، بلکه این مرد طلب دعا از پیامبر صلی الله علیه و سلم کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق این از الله طلب کردند که ای الله به چشم این بینات. و تمام علمای اهل سنت و جماعت اجماع میکنند که در حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بودن همه صحابگان می توانستند که از پیامبر طلب دعا کنند و پیامبر رو بین خود و بین الله به دعایشان واسطه بگیرند. اما بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ کسی حق ندارد که از پیامبر طلب بکند یک چیزی رو، برای آنکه طلب کردن و ندا کردن این استغاثه است، این توسل نیست، این استغاثه است. باید بدونیم که توسل شرکی، توسل بدعتی و توسل شرکی است. توسل بدعتی به حق پیامبر پرسیدن است، توسلی که حرام است و بعض از علما از شرک اثر گفتند. یعنی کسی رود بگوید که ای الله من به حق محمد، به حرمت و احترام محمد صلی الله علیه و سلم که در نزد تو است می طلبم تو را ای الله. انسان در اینجا کی را پرسیده است؟ یگانه الله را پرسیده شده است، اما به حقی که به حرمتی که به حق و حرمت پیامبر صلی الله علیه و سلم. انمین توسل است، حق حرمت و احترام پیامبر را، جاه پیامبر را بین خود و بین الله واسطه گرفت و این جایز نیست، حرام است و بعضی از علما بدعت و بعضی از علما شرک اصغر گفتند، اما شرک اکبر نیست. اما رفته طلب کردن ای محمد، یا محمد اشفع لی، مرا شفاعت کن، یا محمد اشفع مرا، اشفینی مرا شفا بده، یا محمد اسألک الشفاعت یا رسول الله، من از تو شفاعت میطلبم ای رسول الله گفتن، این توسل نه،
این عیناً همون دعای مشرکین است که او لات و منات و عزا یا که یعوث و یعوق و نصر را قوم نوح و قوم ابو جهل و اینها انجام میدادند. برای چی؟ برای که این استغاثه است، این طلب کردن مرده است. در این حدیث هیچ استغاثه، طلبی دعای مرده ها نآمده است و این حدیث هیچ حجت برای مشرکین و برای قبوری ها شده نمیتواند. و شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب قاعده جلیه فی التواصل والوسیله میگوید و این چنین یک از علمای اشاعره جوینی و این چنین عیز ابن عبدالسلام میگویند که دلالت حدیث بالاترین درجه دلالتش این دلالت میکند که به حرمت پیامبر، به حق پیامبر توسل گرفتن سخن درباره همین میرود و همین هم حرام است و جایز نیست، بلکه این حدیث خاصی فقط همین انسان نوبینا است. چرا خاصی انسان نوبینا است؟ برای آنکه در زمان پیامبر انسان‌های نوبینا زیاد بود. غیر از این انسان با یک چند نفر از انسان‌های دیگر بود که نوبینا بود. یگان نفری اونها بعد از این حدیث، بعد از این واقعه به نزد پیامبر نآمدند که انا یک نفر را چشمش را دعا کرده شفا یافت، چشم ما را هم دعا بکنید گویان همه نوبیناها بینا نشدند. عبدالله ام مکتوم تا روزی وفاتشون نوبینا بودند و نوبینا وفات کردند. پس این حدیث خاصی همون مرد بود که به حرمت پیامبر، به جاه پیامبر توسل گرفت. این یک قول. قول دوم این بود که پیامبر صلی الله علیه و آله فقط به همین صحابه که نوبینا است جایز دانستند که در حقش دعا کنند چشمش را نوبینا بکنند و باقی مانده نوبیناها صبر کردند و اجر گرفتند. اما در اینجا آیا یک انسان آمده پیامبر را بگفت که مرا شفا بده، تو شفاعت کن، تو شفا دهنده هستی، تو شفاعت کننده هستی، بگویم تو شفا دهنده هستی، تو ضرر رساننده فایده رساننده هستی؟ نه، بلکه گفت که تو بین من و بین الله واسطه شو، یعنی مرا در حقم دعا بکن، تو شفاعت کننده هستی، شفاعت کن مرا در نزد الله. برای درست است وقتی که پیامبر زنده هستند میتونن که شفاعت بکنند، به این معنی که از الله طلب میکنند در حق شما، از الله دعا میکنند در حق شما. اما وقتی که پیامبر مردند هیچ کسی حق ندارد که از پیامبر ندا بکند، یا کلمه یا محمد گفتن یا رسول الله گفتن. این وسیله گرفتن نیست، این توسط گرفتن نیست، بلکه این استغاثه است. استغاثه یعنی طلب کردن این از مرده است، طلب کردن این دعا هست. پس دعا کردن از غیر الله این چی است؟ شرک اکبر است. بارک الله فیکم. علما از یک چند جهت جواب دادن که ما مختصرا به شما این جواب ها رو ذکر کردیم. بارک الله فیکم. اما اولا میگویم که این حدیث، این حدیث هم بعضی از علما ضعیف گفتند، چرا که در روایتش ابو جعفر رازی ضعیف است و الخطعی، یعنی بگویم بعضی از علما ضعیف کردند. اگر صحیح هم بگویم ما جوابهایی که دادیم مختصرا، این حدیث هیچ حجت بر شرک قبوری ها نمیشد، زیرا که انسان نوبینایی که به نزد رسول الله آمد توسل گرفت به دعای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و به قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که ادعو الله لی، گفت که مرا دعا کن. این مرد آمده از رسول الله طلب نکرد، الله را به یک طرف گذاشته رسول الله را دعا کرد نکرد، رسول الله را عبادت نکرد، بلکه الله را دعا کرد و از پیامبر خواست که پیامبرم در حقش دعا بکند. یعنی توسل به ذات رسول الله نکرد. بارک الله فیکم. استغاثه یعنی دعا از غیر الله حتما که انجام نشد. و جواب دیگری چه خیلی که گفتیم این خاصی زمانی پیامبر صلی الله علیه و آله میگن و بعد از وفاتش اصلا جایز نیست. و باید بدونیم که کلمه‌ای که در اینجا آمده است یا محمد انی اتوجه الیک، من در آخر حدیث گفتم همین یا محمد ثابت نیست و این روایت این زیاده، همین زیاده ضعیف است. در اکثر روایت ها ثابت نشده و باز همین زیادت رو یکی از انسان‌های ضعیف روایت کرده است که قبول نیست و ثابت نیست و اگر ثابت شود هم دعای غیر الله در اینجا نمیشد. از همین جهت ما
سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رو که از کتاب صارم المسلول است به شما بیان کردیم که هر کسی که به سر قبر رود و بگوید که من از تو میطلبم که الله را دعا بکنی در حق من، این مشرک است و به شرک اکبر واقع شده. این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه است. و هر کسی که میرود به سر قبر اولیای انبیای و محمد صلی الله علیه و میگوید که انی اسالک الشفاعه یا رسول الله، به شرک اکبر واقع شده. چرا که این به استغاثه واقع شد. استغاثه این عبادت است. استغاثه این طلب کردن مرده است. طلب کردن یک کسی که قادر نیست که یک عمل رو انجام بدهد. ما گفتیم شرک این است که هر کسی رو طلب بکند که به انجام دادن یک چیزی قادر نباشد. انسان رود و مرده رو طلب بکند. آیا مرده قادر است که یک چیزی رو انجام بدهد؟ قادر نیست. پس یک چیزی قادر نبوده رو از همون انسان حاضر یا غیر حاضر مرده طلب بکنه، شرک اکبر است. از پیامبر صلی الله علیه و آله یا اولیاء رفته طلب بکند کسی که مرا کمک بکن، مرا نجات بده، مرا شفاعت بکن. این همه طلبات هایی هست که غیر از الله کسی انجام دادن نمیتواند و برای انجام دادنش قادر نیست و این شرک اکبر است و این وسیله شرکی یا که واسطه شرکی و این را استغاثه میگیم. استغاثه یعنی دعا کردن غیر الله که این شرکی اکبر است. چرا که الله ما را دعا کرد که وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. از ما طلب کرد که همان مسجد از آن الله است، غیر الله را هیچگاه شما دعا نکنید. بارک الله فیکم. و یگان نفر از صحابگان این عمل را انجام ندادند. شبهه دومی بارک الله فیکم، صوفی ها این است که میگویند ما روایت دوم داریم. میگند از عثمان ابن حنیف باز روایت شد که یک انسان به نهایت حاجت به عثمان ابن عفان داشت. همیشه به نزد عثمان ابن عفان می رفتند، میخواست که به عثمان ابن عفان رضی الله عنه روبرو بشود، اما عثمان ابن عفان رضی الله عنه به این مرد اهمیت نمیداد و این مرد حاجتش را به عثمان رسانیده نمیتوانست. روز این مرد را عثمان ابن حنیف یکی از صحابه دیگر رضی الله عنه دید و از این مرد پرسید که تو چی مشکلی داری؟ این مرد گفت که من یک حاجت به عثمان ابن عفان رضی الله عنه دارم، عثمان ذی النورین امیر المؤمنین، اما او مرا اهمیت نمیدهد و به او واخورده نمیتوانم. عثمان ابن حنیف به این انسان تعلیم داد که تو یک وضوی بگیر و بعد از این وضو 2 رکعت نماز بخوان و بعد از این همین دعایی که پیامبر تعلیم داده بودند که ای الله من بین خود و بین الله محمد صلی الله علیه و آله را واسطه میگیرم، حالا که محمد صلی الله علیه و آله وفات کردند. این روایت دوم بعد از چند سالی وفات پیامبر. روایت اول حدیث اعما در زمان پیامبر روبروی پیامبر شده بود، اما این روایت دوم در خلافت عثمان بعد از 15 سال یا که زیادتر از بگویم وفات پیامبر صلی الله علیه و آله 15 سال بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله گویا پیامبر وفات کردند، اما یک انسان پیامبر را بین خود و بین الله واسطه میگیرد و گویا از پیامبر بعد طلب میکند که ای محمد مرا شفاعت بکن، ای محمد من به واسطه تو به الله دعا میکنم، گویا که دعا میکند. و عثمان ابن حنیف همین دعا را به این انسان تعلیم میدهند و این انسان وضو میگیرد و 2 رکعت نماز میخواند و همین دعا را میکند که یک بار یک مرد میآید و این انسان را به نزد عثمان ابن عفان میبرد. این روایت اصلا ضعیف است و این روایت را تمام علمای محدثین ضعیف کردند. البته این قصه را دارقطنی در معجم الصغیر روایت میکنند و میگویند که حدیث صحیح، یعنی حدیث اعمایی که ما در اول از بیهقی، ترمذی، نسائی روایت کردیم ان شعبه روایت شده است. دارقطنی میگن که حدیثی که از شعبه روایت شده است صحیح است، یعنی حدیثی اون آدم نابینایی که از رسول الله طلب کرد، یعنی رسول الله را بین خود و بین الله واسطه گرفت، یعنی دعای رسول الله را واسطه گرفت، اون حدیث صحیح است. اما دارقطنی این قصه زیادتی در زمان عثمان شده را صحیح نگفته است، بلکه به شرطی خود دارقطنی این حدیث ضعیف است، زیرا که اونجا شبیبی که روایت کرده است التمیمی المکی از غیر فرزندش روایت کرده و این حدیث ضعیف است. بارک الله فیکم. پس وقتی که حدیث ضعیف شد تمام محدثین ضعیف گفتن، این هیچ حجتی نمی شود. بارک الله فیکم. حدیث از أبي أمامة بن سهل ابن حنيف يعني عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف على عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضاة فتوضأ ثم ائت المسجد فصلى فيه ركعتين، يعني اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليقضي لي حاجتي، يعني أي الله من
تو را سوال میکنم و به سوی تو توجه میکنم با نبیت محمد نبی الرحمه، ای محمد، یا محمد، کلمه یا محمد اومده است یعنی استغاثه. ای محمد من توجه میکنم به تو، به سوی ربت، تا که حاجت من قضای حاجت من رو برآورده بکنی. این روایت ضعیف است، دارقطنی روایت کرده، حدیث ضعیف، حدیث صحیح گفته. حدیث چه خیلی که گفتیم، حدیث صحیحی که در بالا ذکر کردیم، یک مرد نابینا رو صحیح کرده، مردی که به نزد پیامبر می رود و طلب دعا می کند. اما این قصه ضعیف است، زیرا که در سند این قصه طاهر ابن عیسی مجهول است که با عدالت شناخته نمیشد و این چنین در سندش ابا سعید المکی هست. ما نمین رو گفتیم ابا سعید المکی که علما اشد جهاله من الاول میگن. و این چنین در سندش روح ابن صلاح هست که ضعیف است. و این جواب دوم این است که یگان نفر از صحابه ها همین عمل را انجام نداده اند و ثابت نشده است از یگان نفر از صحابه که توسل به رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از مرگشون گرفته باشند. اگر ثابت میشد به ما نقل میکردند به روایت‌های صحیح، نه به روایت ضعیف از مجهولین. بارک الله فیکم. علما میگن اگر همین روایت‌ها صحیح بگوییم هم، اگر فرضاً صحیح بگوییم هم، این یگان دلیل برای دعا کردن مرده، طلب مرده آمده است. غایت یعنی از همه بالاترین درجه این حدیثی که در اینجا آمده است این توسل گرفتن به رسول الله است، توجه کردن به دعا. یعنی بارک الله فیکم در اینجا پیامبر را نپرسیده ایستاده است، بین خود و بین الله را دعا کرده ایستاده است، اما به حق پیامبر یا که به حرمت پیامبر رو دعا نکرده است. نگفته است که یا رسول الله قضای حاجت مرا برآورده بگردان، ای رسول الله مرا شفات، نه بلکه ای رسول الله من تو را بین خود و بین الله واسطه میگیرم، به حرمت تو، به حرمت پیامبر ای الله شفاعت بکن. البته این بدعت است، این چنین این شرک اصغر است از قول بسیاری از علما و این هم جایز نیست. اما این طلبی یعنی استغاثه کردن نیست، مباشرتا استغاثه کردن نیست، طلبی مخلوق نیست. بارک الله فیکم. پس با همین فهمیده می شود که این حجت هایی که صوفی های قبوری می آرند همه اش بارک الله فیکم ضعیف است، همه اش ضعیف است و حدیث صحیحی که ما از حدیث اعما بیان کردیم هیچ حجت برای قبر پرستان، برای قبر پرستی نمی شود. و همین سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه و اجماع سلف باقی میماند که هر کسی به سر قبر پیامبر یا اولیای رود و بگوید که مرا شفاعت بکن، من از تو طلب شفاعت میکنم، مرا شفا بده و مرا نصرت بده، یا که من از تو طلب میکنم که الله را دعا بکنی که الله مرا شفا بدهد و غیر این دعاها را کسی که از غیر الله میکند، از انبیای، از رسول، از ملائکه، از انبیا بگیم اولیای، این به شرک اکبر واقع شده و مشرک شده است. و هر کسی که انمین انسان رو دیده و دانسته مشرک خودش مشرک شده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب سارم المسلول علی شاتم الرسول بیان کردند. بارک الله فیکم. و با همین بیان میشد که این صوفی های قبوری هیچ حجت ندارند.